بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى لكم الصحة والعافية. أهلا بكم في الجلسة الرابعة من جلسات تعلم اللغة الفارسية. أنا علي سمدي، وأتمنى أن تكون هذه الجلسة وباقي الجلسات مفيدة لكم إن شاء الله. قبل أن نبدأ هذه الجلسة سنراجع الدروس السابقة، وكذلك سنتعلم الضمائر. حسنا، لنبدأ. مراجعة الدروس السابقة، مرور درس های گذشته. مراجعه به معنی مرور. دروس، درس ها، سابقه و ماضیه، گذشته. اول شيء تعلمنا، اولین چیزی که یاد گرفتیم، اسم شما چیست؟ یعنی اسمت چیه؟ اسم شما چیست؟ اسمت چیه؟ فی الجواب اسم من رحیم است، و کذالک اسم من رحیمه. حال شما خوب است؟ حال شما خوب است؟ همینطور میتونیم بگیم حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ و کذالک خوبی؟ نستخدم خوبی أكثر من باقي الكلمات. خوبی؟ في الجواب خوبم، خدا رو شکر، الحمد لله بخير. إذن ممكن أن نستخدم حال شما خوب است أولا، وهذا قليل الاستخدام. حالت خوبه، هذا مستخدم كثيرا. خوبي يستخدم أكثر من باقي الجمل. وكذلك نستخدم حالت چطوره. حالت چطوره يعني كيف حالك. سأعلمكم إجابة جديدة. خوبم بخوبيت. خوبم بخوبيت. أنا بخير إذا أنت بخير. شما أهل کجا هستی؟ نحن تعلمنا هذا، وكذلك ممكن استخدام أهل کجایی. أهل کجایی، هذا أسهل. أهل کجایی. جواب من أهل مشهدم أو أهل مشهد هستم. او أهل کجاست؟ يعني من أين هو؟ وكذلك نقول کجاییه. او کجاییه. أضيف او حتى تكون الجملة كاملة. او کجاییه يعني من أين هو. او أهل تهران است، يعني هو من تهران. وكذلك تعلمنا إن وآن بمعنى هذا وذلك، وتمرنا وتدربنا كثيرا، وسنسمع هذه الكلمات كثيرا لاحقا إن شاء الله. الضمائر المنفصلة بالفارسية نقول ضمير منفصل يا ضمير جدا، يعني ليس متصلا بالكلمات. ضمیرهای منفصل و ضمیر جدا. عندنا 6 ضمائر رئيسة، وهو او، آنها، تو، شما، من، ما. وكذلك كتبت أمامه مثلا او معادل هو وهي في العربية، آنها معادل هما هم وهن في العربية. يعني نحن ما عندنا مثنى في اللغة الفارسية. سأضرب لكم بعض الأمثلة. من علي هستم. قبل أن نبدأ، هستم، هستیم، هستی، هستید، است و هستند سنتعلمها بشكل كامل، ولكن دققوا في الضمائر. من علي هستم، يعني أنا علي، من علي هستم. ما پزشک هستیم، يعني نحن أطباء. پزشک يعني طبيب. تو معلم هستی، أنت معلم، أنت معلم. شما عراقی هستید، يعني أنتم عراقيين. او پدرم است، هو أبي. آنها دانشجو هستند، هم طلاب. دانشجو بمعنى طالب. إذن نحن يجب أن نحفظ هذه الضمائر. او، آنها، تو، شما، من و ما. سنسمع وسنستخدم هذه الضمائر
كثيرا جدا في حواراتنا وفي كلماتنا في جملنا، وستحفظونها بشكل كامل إن شاء الله. لنرجع إلى الدرس ونبدأ الدرس الجديد. درس سوم، أعداد أول، دوم، سوم، چهارم. هذه هو الأعداد الترتيبية مثل ما نستخدم في العربية الأول، الثاني، الثالث، وسأعلمكم لاحقا، ولكن حاليا تعلموا الأعداد الأصلية مثل ماذا؟ يك، دو، سه، كما تعلمنا سابقا. درس سوم، شغل. شغل بمعنى مهنة. واژه‌های جدید، الكلمات الجديدة. دکتر، ساعت ساز، پرستار، تاجر، استاد، جواهر فروش، نجار، تعمیرکار، جوشکار، جراح، مجری رادیو، چای، ساندویچ، بستنی، چاقو، چتر، پول، کتاب، پرچم، چشم، چه کاره. او چه کاره است؟ او دانشجو است. شما چه کاره هستی؟ من جراح هستم. تو چه کاره هستی؟ من دکتر هستم. من مجری رادیو هستم. او چه دارد؟ او تلفن دارد. حسین ساعت دارد. استاد کتاب دارد. من چه دارم؟ تو اتو داری. تو چشم داری. او چه دارد؟ او ساندویچ دارد. او چاقو دارد. اهداف درس: انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند يتوقع أن الطالب بعد قراءة هذا الدرس أن يستطيع با واژه‌ها و اصطلاح‌های جدید این درس آشنا شود، أن يتعرف على الكلمات والمصطلحات الجديدة في هذا الدرس. به درستی با ساختارهایی مانند او چه کاره است، شما چه کاره هستین، او چه کار دارد با همکلاسی خود گفتگو کند. أن تتحاوروا وتتحدثوا بشكل صحيح مع تراکیب مثل او چه کاره است یعنی ما عمله، شما چه کاره هستی یعنی ما عملك، او چه دارد يعني ماذا عنده، يعني أن تتعلموا وتستخدموا هذه المصطلحات والتعابير بشكل جيد وصحيح. از فعل‌های است و دارد به صورت کاربردی در گفتگو و گفتار استفاده کند. أن يستفيد من أفعال است و دارد به شکل صحیح و مستخدم. مطالب جدید این درس را به درستی و روان بخواند. واژه‌هایی را که میشنود با املای درست بنویسد. از روی واژه‌ها و جمله‌هایی که به صورت تحریری آمده است بنویسد. تمرین‌های پایانی درس را به درستی جواب دهد. استاد، دانشجو، الاستاذ و الطالب. گفتگو، الحوار. گفتگوی درس قبل را مانند مثال تمرین کنید. هذا الحوار نموذج للحوارات الجلسات السابقة. گفتگوی درس قبل را مانند مثال تمرین کنید. أنا الخط الأسود و أنتم الخط الأحمر. سلام، صبح بخیر. حال شما خوب است؟ اسم شما چیست؟ شما اهل کجا هستی؟ اسم او چیست؟ او اهل کجاست؟ صبح بخیر به معنی صباح الخیر. فی الجواب، صبح شما هم بخیر.
گوش کنید و تکرار کنید. استمعوا و کرروا. هنا كتب من استاد فارسی هستم. انا معلم الفارسیه. من استاد هستم. من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من استاد هستم. شما چه کاره هستی؟ يعني ما عملك. ولكن التعبير الأصح ماذا يجب أن نقول؟ کارت چیه؟ کارت چیه؟ يعني ما عملك. هذا أسهل. شما چه کاره هستی؟ يعني ما عملك. من دانشجو هستم. أنا طالب. بدل أن نكرر نفس السؤال في العربية نقول وأنت أو ماذا عنك. بالفارسية نقول تو چطور یا شما چطور. هناك في التحت كتب ظهر بخير يعني طاب ظهرك. شب بخير. ليلة سعيدة أو طابت ليلتك. عصر بخير. مساء الخير. روز بخير. طاب يومك. وقت بخير. طابت أوقاتك. شما چه کاره هستی؟ و كذلك کارت چیه؟ شنیدن الاستماع. گوش کنید و تکرار کنید. سلام. سلام علیکم. اسم شما چیست؟ یا اسم شما چیه؟ اسم من سعیده است. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من استاد هستم. شما چه کاره هستی؟ ما عملک. من دانشجو هستم. انا طالب. شما چه کاره هستی؟ و ما عملک انت. انا استاذه. کار گروهی عمل جماعی. به صورت گروه های 2 نفره با همکلاسی خود گفتگو کنید. تحاوروا مع زميلكم بشکل ثنایی. سلام. اسم شما چیست؟ اسم شما چیه؟ انتم اجیبو. نعم احسنت. شما چه کاره هستی؟ او کارت چیه؟ كذلك سنتعلم مصطلحات المهن والأعمال بشكل كامل. بعض الأعمال كلماتها مشتركة مع العربية مثل ماذا؟ مهندس، أستاذ، مدرس، نجار، بناء. ولكن معظم الأعمال كلماتها مختلفة مثل ماذا؟ بوليس بمعنى شرطي، وكيل بمعنى محامي، حسابدار بمعنى محاسب وأعمال مختلفة. علي دانشجو. محمد دانشجو. أحمد بوليس. مجيد أستاذ. يعني يجب أن نستخدم هذه الكلمات في هذا الحوار. مثلا سلام. اسم شما چیست؟ اسم من علیه. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. و كذلك لمحمد. اسم شما چیه؟ اسم من احمد است. شما چه کاره هستی؟ من پلیس هستم. پروین استاد. پریسا دانشجو. زهره دکتر. فاطمه دانشجو. واژه شناسی معرفت الکلمات. آموزش واژه. تعلیم الکلمات. گوش کنید و تکرار کنید. تاجر. دکتر. تعمیرکار. استاد. پرستار. ساعت ساز. تاجر مثل اللغة العربية وكذلك نقول بازرگان. شماره 3 تاجر. دکتر شماره 1. تعمیرکار یعنی المکانیکی و المصلح. شماره 6 استاد. شماره احسنت 4 پرستار یعنی الممرضه. شماره 5 ساعت ساز. شماره 2 یعنی
صانع الساعات أو مصلح الساعات. دوباره گوش کنید و تصویر مناسب را انتخاب کنید. استمعوا مجددا و اختاروا الصورة المناسبة. جمله های زیر را کامل کنید. اکملوا الجمل التالية. نستخدم الضمير من پرستار هستم. من پرستار هستم. او تعمیرکار است. او تعمیرکار است. و كذلك نقول او مکانیکی است. او استاد است. او ساعت ساز است. شماره 5. من تاجر ماذا يجب أن نقول؟ أحسنت هستم. من تاجر هستم. او دکتر است. شغل هر یک از افراد زیر را بنویسید. اکتبوا مهنة كل شخص في هذه الصور. 1. استاد. 2. أحسنت دكتور. 3. صحيح تعميركار. تعمير بمعنى تصليح في اللغة الفارسية. 4. تاجر. 5. پرستار ممرض يعني. 6. ساعت ساز. أحسنت. السؤال السابق ماذا كان؟ تو چه کاره هستی؟ یعنی ما عملك کارت چیه؟ ولكن هنا او چه کاره است؟ يعني ما عمله. بدل او يمكن أن نستخدم من الاسماء. پدرت چه کاره است؟ یعنی ما عملو ابیک. داداشت چه کاره است؟ ما عملو اخوک. دوستت چه کاره است؟ گفتگو. گوش کنید و تمرین کنید. سلام سیمین. سلام سمانه. حال شما چطور است؟ یعنی حالت چطوره؟ خوبم ممنون. اسم او چیست؟ یعنی اسمش چیه؟ اسم او زهراست. او چه کار است؟ یعنی ما عملها و هي ترد علیها. او دانشجوی زبان فارسی است. گفتگوی زیر را کامل کنید. سنقرأ هذا الحوار معا. سلام. حال شما چطور است؟ اسم شما چیست؟ اسم من مجید است. شما چه کاره هستی؟ هذا للمخاطب. من دانشجوی زبان فارسی. ماذا قلتم؟ احسنت هستم. او چه کاره هست یا او چه کاره است؟ یعنی هو استاد اللغة الفارسیه. کار گروهی. به صورت گروه های 2 نفره با همکلاسی خود گفتگو کنید. تحاوروا مع زميلكم بمجموعات ثنائیه. سلام. سلام. حال شما خوب است؟ خوبم ممنون. اسم او چیست؟ یعنی ما اسمه؟ اسم او زهراست. اسم او علیه. اسم او مریمه. هكذا. او اهل کجاست؟ او اهل ایران است. او اهل بحرین است. او اهل چین است. او چه کاره است؟ یعنی ما عمله. او دانشجو است. او تاجر است. او پرستار است. أصدقائي الأعزاء سنكتفي بهذا المقدار. في الجلسة القادمة سأعلم لكم أعداد العقود مثل 20 30 40 وكذلك سأعلمكم مصطلحات جديدة من الأعمال. أتمنى لكم يوما سعيدا. انتبهوا لأنفسكم. مع السلامة.